مخلصان انگوش شمار نیز البته در ورزشگاه هستند که امروز دستای خود را دستگیری میکنند و شاید بیشتر آنها مخلصان دسته حاصلات نیز باشند، چون که دسته تا هنوز در میدان خود بازی ها را برگزار نکرده است و در هر بازی که آنها در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه دایر میکنند آنجا ما مخلصان این دسته را نیز میبینیم. حالا به تماشاچیان عزیز بازیگران دسته حاصلات و خوجند را یک جای استقبال میگیریم. مخلصان خوجند نیز در ورزشگاه هستند. یک بازی جالب، یک بازی دیدنی ما شما را انتظار است. حالا عازم ورزشگاه میشوند بازیگران هر دو دسته و میبینیم که امروز نتیجه میان این دو دسته چگونه خواهد بود. دسته خوجند حالا در جدول مسابقه در موقع سگانه بهترین قرار دارد. حاصلات باشد نه چندان موقع خوب دارد، آنها باز به تخانه جدول مسابقه رفتند و امروز برای آنها این بازی بسیار مهم خواهد بود. حالا باید به سرود ملی جمهوری تاجیکستان گوش میاندازیم و بعداً باز گزارش مستقیم خیش را از بازی میان این دو دسته ادامه خواهیم داد. تماشاچیان عزیز گزارش مستقیم خیش را از بازی میان دسته حاصلات و خوجند در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه ادامه میدیم. یک بازی جالب، یک بازی دیدنی، یک بازی سرهجوم، یک بازی سرگل ما شما را در میان این دو دسته انتظار است و یکی شما را دعوت به میان میبریم تا این بازی را با ما تماشا نمایید. حالا داور بازی امروزه معین میکند که دسته ها از کدام موقع بازی را شروع میکنند. اینجا گلمراد سعدالله را میبینیم داور بازی امروزه که البته گلمراد سعدالله از زمره داوران درجه بین المللی فیفا است. داوری است که البته او هم در داخل و هم بیرون از کشور میدوند که چگونه کار خود را پیش برد. حالا هیئت دسته حاصلات روی اکران‌های ما و شما پیدا می‌شود. تماشاچیان عزیز که در ادامه من مفصل‌تر ایده این دسته به شما خواهم گفت و حالا همین رو میگویم که امروز دسته حاصلات اکنون زیر راهنمایی زین‌الدین رحیموف بازی سوم خود را برگزار میکند که امین سوپانی که قبلا پس از مساوی حاصلات با ایست روشن روز 19 اپریل با آن گروهی که او کار میکرد آنها همه استعفا دادند و حالا زین‌الدین رحیموف این دسته را راهنمایی کرده است و دست یک غلبه به دست آورد. دسته حاصلات در اولین بازی با زین‌الدین رحیموف که این اولین غلبه دسته حاصلات در موسم بود و بعدا باز آنها شکست خوردند از دسته شهر خوجند، از دسته اسخط. و حالا باشد دسته دیگر شهر خوجند عقبان ساحلی سیر با دسته حاصلات امروز میدان داری میکنند و میبینیم که حاصلات امروز که البته آنها باعث میزبان هستند در این مخوری چگونه بازی خواهند کرد. همه چی برای آغاز بازی آماده است. منتظر وقتی معین شده میشویم تا گلمراد سعدالله صدای شکش را بلند کند و بازی میان دسته نیز از مرکزی میدان آغاز شود.
دسته خوجان تماشاگران عزیز، گرچه که در آغاز موسم آنها نه چندان نتیجه خوب داشتند، اما در ادامه دسته بسیار هم بازی خوبی خود را نشان داد و توانست که یک باره خود را در جدول مسابقه موقعش رو بهتر کند و حالا در کاتگوری چهارگانه بهترین ها است این دسته. اما حاصلات باشد بسیار یک موسم بعد رو پسی سر کرده است و در ادامه میبینیم که موقع آنها چگونه خواهد بود. حالا داوری تاجیک گلمرود سعدالله صدوشتکش رو پس از چند لحظه بلند خواهد کرد و بازی نیز از مرکزی میدان شروع می شود و منتظر وقت است تا ساعت 17:00 دقیقه شود و او نیز صدوشتکش رو بلند کند و بازیگران دسته شهر خوجان بازی را از مرکزی میدان شروع نمایند. در حیات دسته امروز نه چندان تغییرات دیده می شود، نوبسته از بازی که قبلا داشتند در دور گذشته که حاصلات باعث خطا بازی کرد و خوجان بوره گرفتده است. و حالا باشد بیاید به حیات هر دو دسته متوجه میشیم. تماشاگران عزیز، آغاز میکنیم از حیات دسته حاصلات. در دروازه است رقم 1 دلیر عزیزوف، دیگر بازیگران رقم 4 شاهرخ سنگوف، رقم 14 اویبک عبدالغفاروف، رقم 24 بورتی نیگیاشی، رقم 28 بیلی اوباما ارسن، رقم 10 یاپیو کپا و رقم 8 فریدون شریفوف، رقم 7 اسلام زویروف، رقم 11 سوندای لونجیسونگ، رقم 17 اکومادی جوزف، رقم 70 رودولف پاتریک، سرمربی دسته زینالدین رحیموف. هیئت دسته خوجان چنین است: در دروازه رقم 29 دلیر جان براتوف، دیگر بازیگران رقم 2 فخرالدین احتموف، رقم 9 بوهرجان سنگین بویف، رقم 6 دوران جان یرگاشف، رقم 23 فیروز قرایف، رقم 3 شهرت جان شونازاروف، رقم 8 شهرت المرودوف، رقم 97 سرگی اسکانیان، رقم 7 ارتیوم سردیوک، رقم 43 شون پول کامولاف. سرمربی دسته خوجان متخصص محلی رستم خوجیف است. داوران بازی امروزه داور اساسی گلمرود سعدالله است از شهر دوشنبه، در کنار با کمک میکنند حسن کریموف از نورک و فرهاد کورالوف از دوشنبه. داور احتیاطی نوروز واحدوف از بخش است. داورانی که در حجره ور هستند نصرالله کبیروف از نورک، خسرو صدیق زاد از دوشنبه و زحل خوجا نظرو از دوشنبه می باشند. دسته حاصلات تماشاگران عزیز، سالو در جدول مسابقه پس از انجام 8 بازی 6 امتیاز دارد، در زینه 11 است و در 8 بازی که دسته داشت آنجا 1 غلبه، 3 مساوی و 4 باخت داشت. فرصت پیدا میشد برای دسته خوجان و اینجا میبینیم که در همین فرصت چگونه استفاده برده نمیتواند شون پول کامولاف. حملهگری نیگریگی دسته خوجان بسیار فاول بازی کرده است. این موسم در حیات خوجان البته موسم اولینی است و میبینیم که به زدن گل ها نیز دست میبرد همین بازیگر و در حساب خود حالا کامولاف 3 گل دارد. حالا نزدیک بود که گلی چهارم خود را به ثمر رساند، اما درست‌تر در حوزه دلیر عزیزوف را به نشان گرفته نتوانست. هجوم میکنند بازیگران دسته حاصلات اما بدون نتیجه. دوباره میشوند بازیگران دسته خوجان. دسته خوجان تماشاگران عزیز در زینه چهارم است با کسب 13 امتیاز. در 8 بازی برگزار کرده این دسته 4 غلبه، 1 مساوی و 3 باخت دارد. پیشگام جدول مسابقه باشد این تیم استقلال شهر دوشنبه با کسب 20 امتیاز است. اما اگر ما به بازی که دسته داشتند تو همین مرحله نظر افکنیم، ببینید دسته حاصلات در اول این بازی خود از کلوب مرکزی ورزشی ارتش شکست خورد با حساب 2-1. فرصت پیدا می شود برای دسته خوجان و اینجا دلیر عزیزوف سیفیولی انجام میدهد و این حالت رو برطرف میکند. ضربه کنجی به فایده دسته خوجان و در همین فرصت ببینید که چگونه موفق نمی شود خورشید تیمور جورایف. حملهگری نیگریگی با پاس داد اما در همین موقع درست‌تر ضربه زده نمیتواند. این محافظتگری دسته خوجان. مخلصانی دسته خوجان در ورزشگاه صدایشون بالا می شود، اما تا هنوز ما صدای مخلصانی دسته حاصلات را نمیفهمیم که البته آنها نیز هستند در ورزشگاه. گرچه که مخلصان کم هستند اما آنها می توانند که
تا به آخر یک دلانه دسته خود را دستگیری کنند. یا خود به قوله که 200 مرد جنگی به از 100,000 گفته با چنین شعارها تیم خود را در میدان دستگیری میکنند. پس از باخت از کلوب مرکزی ورزش ارتش، دسته اوسیلوت از بخشی با حساب 0-3 شکست خورد در دور دوم. بعداً مساوی با استقلال، مساوی با وخش بود که در هر دو این بازی ما گل زیبای اسلام زویرف رو از سایت اوسیلوت دیدیم. در بازی با استقلال با اصول خیچی گل زد، در بازی با وخش نیز از مسافه دور گل زد. بعدا در دربی منطقه کلوب از روشن شکست خورد اوسیلوت، مساوی با روشن بود. پس از مساوی با روشن، امین سوپانی متخصص ایرانی و آن نفرانی که در اوسیلوت این موسم کار را شروع کرده بودند استعفا دادند و جایگزین آنها شد زین‌الدین رحیموف و این اولین استعفای مربی در موسم امسال لیگ اولی بود و به همین ترتیب زیر راهنمایی زین‌الدین رحیمی فلکه دسته یک غلبه و یک باخت نیز دارد. غلبه بر پنچر و باخت از اسخطه. پس از استعفای امین سوپانی در دور بعدی سرمربی دسته سرافشان نیز استعفا داد و این موسم 2 استعفای مربی را لکه در لیگ اولی ما مشاهده میکنیم. حالا فرصت پیدا میشود برای دسته اوسیلوت بیاید متوجه میشیم و بعدا باز اویدی نتیجه دسته خوجند به شما خواهیم گفت. از کنار راستی میدان تو با ضربه کنجی به بازی درآورده می شود. پرتو به داخل جریمه گاه. فرصت پیدا می شود برای دسته اوسیلوت بیاید متوجه میشیم. توسط کنار راست هجومی دسته رو اندازی گردیده ایستاده است و تو برو داشته میگیرد. اینجا اکنون دروازه‌بان دسته خوجند دلیرجان براتوف دروازه‌بان نیست، البته هنر و مهارتی والا دارد و در موسم امسال نیز دیده ایستیم که چگونه به خوجند کمک خود را رسانیده ایستاده است. هجوم نوبتی دسته خوجند توسط کنار چپ میدان اینجا موفق نمی شود. شان پول کامولافه خوجند تماشابینان عزیز در دور اول با استقلال بازی کرد. کلاسیکای فوتبالی توجیک رو ما در بازی این دو دسته در دور اول شاهد گردیدیم که با حسابی 1-0 نیز به فایده استقلال خاتمه یافت و در ادامه باخت از وخش بود با حسابی 1-2 خوجند شکست خورد. بعدا از روشن با حسابی 4-1 شکست خورد. 3 باختی پای همی که دسته خوجند داشت تا جای یک نتیجه بسیار بد برای این دسته بود و بعدا آنها به خود آمدند و توانستند که در دربی ولایت سوخت مقابل استروشن اولین غلبه را در موسم امسال به قید گیرند. بعدا باز در دربی شهر خوجند توانست که پیروزی به دست آورد دسته خوجند. بعدا پیروزی بر هولبوک بود با حساب 2-1. در این میان مساوی با برخچی با نتیجه 1-1 و در دور گذشته باشد آنها توانستند که دسته رگرتدز را با حساب 1-0 شکست بدهند که آنجا نیز یک بازی دشوار بود برای دست پروران رستم خوجیف. به همین ترتیب خوجند حالا در خطر چهارگانه بهترین ها است. دسته موسم گذشته در جدول لیگ اولی موقع دوم را اشغال کرده بود. آنها نایب قهرمان موسم گذشته هستند و همچنین یگانه دسته نیز در موسم گذشته بودند که مقابل پیشگام جدول مسابقه مقابل قهرمان در همان موسم یعنی استقلال توانسته بودند که پیروزی به دست آورند. یعنی یک باخته که استقلال در موسم گذشته داشت آن هم از دست خوجند بود. دسته اوسیلوت و خوجند تماشابینان عزیز امروز بوری 19 است که با هم دیگر بازی کرده اصلا قبلا 18 بازی میان این دو دسته به قید گرفته شده است. حالا باید فرصت هجومی که خوجند را اندازی کرده است متوجه میشیم. بسیار فاول است حملهگری نیگرگی دسته خوجند ببینید که چگونه پرتوپو را بعد هم دسته خود انجام داده است و این بعد از موفق نمیشود خورشید تیمور جوریف الکی دویمین حالتی که برای او تامین میکند شان پول کامولافه آن را تا همین لحظه استفاده برده نمیتواند خورشید تیمور جوریف. دسته قبلا 18 بازی داشتند که اونجا 8 غلبه به فایده اوسیلوتی نوع فرخور است، یک نتیجه مساوی و 9 غلبه به فایده دسته خوجند. اگر امروز دسته اوسیلوت تواند که خوجند را شکست بدهد پس شماره غلبه ها میان این دو دسته برابر خواهد شد. با این ترتیب دسته
16 بازی در لیگ اولی داشتند که اونجا 6 غلبه به فایده اوسیلات، 1 مساوی و 9 غلبه به فایده خوجند است. 2 بازی دیگر در جام تاجیکستان بود که اونجا هر دو غلبه به فایده اوسیلات میباشد. موسم گذشته 2 بازی که این دو دسته در لیگ اولی داشتند، در بازی اول در میدان دسته خوجند اوسیلات با حساب 3-1 این تیم رو شکست داد و بعدا در بازی که اوسیلات در میدان خانگی خود داشت اونجا خوجند با حساب 1-0 توانست که پیروزی به دست آورد. بسیار هم خوب، با پاس کوتاه به پیش میروند اکنون بازیگران دسته اوسیلات. نسبت به بازی دسته اوسیلات تا همین لحظه به نظر میرسد که بازی دسته خوجند خوبتر و بهتر راه اندازی شده است. البته اونا 2 یا 3 فرصت خوبی گلزنی داشتن و در یک فرصتی که اونجا برای خورشید تیمور جوریف شون پول کامولافی تامین کرد، دیدیم که چگونه سیفیولی دلیل عزیزوف این حالت رو برطرف کرده بود. در خط دروازه دسته اوسیلات ما قریب که در هر یک بازی یک دروازه‌بان دیگر رو می‌بینیم، یعنی منظور من این است که در خطور دلیل عزیزوف ابراهیم اسماعیلوف نیز در خط دروازه پیدا می شود. آنجا مبارزه میان این دروازه‌بان بسیار سخت و سنگین است، چون که هر دو نیز ارزنده در خط دروازه در بازی برآمد میکنند و البته دروازه‌بانی که اونجا به میدان می آید دو دسته مغلوب می شود، پس او در دور آینده در خط دروازه نخواهد بود. ما چنین کنکورنسیا رو در بازی قبلی می دیدیم وقتی که امین سوپانی سرمربی دسته اوسیلات بود. دلیل عزیزوف بسیار بازی خوبی خود رو در خط دروازه نشان داده بود، مخص در بازی مقابل استقلال، مخص در بازی مقابل بخش و بعدا دیدیم که باز ابراهیم اسماعیلوف به دروازه آمد و اون نیز در بازی بوروشان در دروازه بود و اونجا دسته شکست خورده بود. به همین ترتیب حالا ما دلیل عزیزوف رو در خط دروازه اوسیلات دیده استیم که البته امروز یک سیفیولی نیز داشت دروازه‌بان مذکور. دلیل عزیزوف از دروازه توپ را به بازی می درآورد. شون پول کامولافی مقابل قاعده بازی ویران کرده شد. صدای شکش رو بلند میکند گلمرودی سعدالله. این موسم گلمرودی سعدالله داور تاجیک هم در بازی لیگ چمپیونای لیگ آسیا حکمی کرد، هم در بازی لیگ چمپیونای دو آسیا، هم در بازی مرحله سه‌م انتخابی جام جهانی سال 2026 و هدف و مقصد داوری ما این است که او در مسابقه جام جهان در چنین میدان‌های بزرگ تواند که بازی ها را حکمی کند. در جام آسیا که تجربه دارد، در بازی انتخابی جام جهان تجربه دارد، در لیگ چمپیونای لیگ آسیا تجربه دارد و تنها میخواهد باز هم به قله بلند کاری خود یعنی حکمی در مسابقه جام جهان دعوت کرده شود و اگر این گونه ادامه دادن گیرد پس این نیز رو خواهد داد. حالا بیاید متوجه میشیم در نزدیک توپ است اینجا ارگاشف، ضربه او و اندکی بلندتر. در چنین موقعیت ها بسیار هم فاول است دوران جان ارگاشف. اگر شما در خاطر داشته باشید چگونه در همین گونه مسافه در بازی مقابل وخش رو توانسته بود که به زدن گل دست یابد. البته 2 گل نیز در موسم امسال در حساب دارد دوران جان ارگاشف، گرچه که او کارت سرخ نیز داشت و چند بازی به خوجند نیز کمک کرده نتوانسته بود. کوشش بازیگران دسته خوجند، اینجا توپ را از دست میدهند. توپ در اختیار بازیگران دسته اوسیلات است. اکنون زود باید آنها به هجوم جوابی گذارند. پس به کنار راست میدان فرصت پیدا می شود برای دسته نوحه فرخاد. البته توپ است اینجا سوندای لانجینسون، بازیگری که سرعت بلند دارد، اما اینجا ما سرعت بلندی او را نمیبینیم. اگر در خاطر داشته باشید قبلا سوندای لانجینسون در ایت دسته کوکتوش بازی میکرد 2 موسم پیش و اونجا بسیار هنرنمای جالب داشت، گرچه که نیم موسم در ایت کوکتوش بود و
بسیار هم صورت بلند داشت این بازیگر و می‌بینیم که دیگر بارا پس از تنفسی که او در لیگ اولی نبود حالا این موسم به صف حاصلات پیوست و گرچه که در آغاز موسم با او کمتر امین سوپانی موقعیت میداد، حالا می‌بینیم که زین الدین رحیموف و این بازیگر بیشتر امکان داده است. و همچنین در هیئت حاصلات تماشاگران عزیز ما امروز در هیئت اولیه نمی‌بینیم فردوس شخالوف، ساموئل اوفوری، ابراهیم اسماعیلوف، بازیگرانی که قبلا در هیئت اساسی بیشتر به میدان می آمدند. صداش که گلمراد سعدالله اینجا بالا می شود. قاعده بازی در مرکز میدان مقابل بازیگر دسته خوجان ویران کرده شد و در همین فرصت ببینید که چگونه قاعده بازی رو ویران کرده است پیاپیو کاپاوا. در دور هشتم تماشاگران عزیز همچنین یک قطار بازی دیگر ما شما را انتظار است. بغیر از بازی حاصلات خوجان اینچنین کلوب مرکزی ورزشی ارتشی سروشان، بخشی روشن، هولبوک ریگرتداز، استقلال بخش و در این میان پنچر اسخاتا. حالا در وقت ساعت بازی می‌بینید دسته حاصلات خوجان و پنچر اسخاتا برگزار شده است. پاگو کلوب مرکزی ورزشی ارتش و استروشان بازی میکنند. همچنین بخشی با روشن و روز 11 باشد هولبوک ریگرتداز و استقلال بخش. بازی مرکزی دورین میان این دو دسته است که هر دو برای زینه اولی جدول مسابقه تلاش خواهند کرد. فرصت هست برای دسته خوجان، جو برطرف کرده می شود از جانب دفاعگران دسته حاصلات. ارگاشف دلیر عزیز از دروازه توپ را به بازی می درآورد. از توپ را به بازی می درآورد اکنون اینجا بازیگری دسته خوجان فخرالدین احتموف. بسیار هم خوب بازی میکند اینجا ارتیوم سردیوک. پرتو به داخل جریمه گفت فرصت هست برای دسته خوجان و ضربه کی بود. ببینید که چگونه سیفیولی انجام میدهد. دلیر عزیزوف ارتیوم سردیوک بسیار هم اینجا با یک رسیشی خود به توپ ضربه زد. دلیر عزیزوف شاید اون رو برطرف کرد و تو توپ آنجا پس از برگردانیدن دلیر عزیزوف به پهلوی دروازه نیز برخورد. بسیار هم خوب بازی میکنند اینجا بازیگر دسته خوجان. ببینید که از همه بازیگران حاصلات میگذرد. شان پال کمالافه تو برا از دست میدهد. هجومی دسته حاصلات توسط کناری راست میدان با تو بس حالا اینجا اکنون سوندای لونجی سونگ. فرصت پیدا میشود، ضربه هم زده میشود و گل. اما صدای شکی گلمراد سعدالله بلند میشود و اینجا شوره میشود که گلی زده رودولف پاتریک به اعتبار گرفته نمی شود.
بر صورت بر هست میتواند که این حالت رو باز هم تفتیش کند. حالا اکنون گلمرود سعدالله با اون نفرانی که در حجره بر هستند گفت و شنود میکند. اویدین بوره، آنجا نصرالله کبیروف است، خسرو صدیق زاد است، زوال خوجا نظرو است. و بیاید به همین حالت متوجه میشیم که چگونه ضربه دقیق بود از جانب رودولف پاتریک دنجر. بسیار یک فرصت خوب رو استفاده کردن بازیگران دسته اوسیلوت. اگر گلی آنها به حساب گرفته نشود پس ببینید که چگونه یک فرصت خوب بود برای آنها. اینجا قاعده ویران کنی نیست. بسیار یک ضربه دقیق بود از جانب رودولف پاتریک. بر صورت متوجه میشیم خلاصه نهایی گلمرود سعدالله رو که او بچه خلاصه میوید. گل است یا نه؟ نوردین همراقلوف از سایت دسته وحش حالا 5 توپ دارد و بهترین نشانزن تا دوره هشتم در لیگ اولی محسوب می شود. پس از او عزیزبک دلیف، الهام جان باروتوف، دمیترو بیلونونگ، سنت الله اسماعیلوف میستند و همچنین شیردین بوبایف نیز 4 توپ دارد. ببینید که چگونه اینجا فرصت بود، چگونه با پشت پای پس میدهد رودولف پاتریک. بعدا دیگر بار تو به نزدیک اومد و با یک ضربه استوار، با یک ضربه قوی توپ را تسلیم دروازه دلیرجان باروتوف کرد. اما داور کناری بیرقچه خود را بالا برداشت. به همین خاطر تا هنوز گل به حساب گرفته نشده است. اما میبینیم که گلمرود سعدالله با نصرالله کبیروف با اون داورانی که در حجره ور هستند همین حالت را مغرضانه تفتیش کرده ایستادند که اینجا واقعا گل به حساب گرفته می شود و یا که قاعده ویران کنی بود یا حالت نابوزی بود یا که گل بیکار کرده می شود. و اکنون خودی گلمرود سعدالله به نزدیک اکران میوید تماشابینان عزیز و از نزدیک همین ضربه زده رودولف پاتریک رو میبیند و میبینیم که او بچه خلاصه میوید. بیاید متوجه میشیم اینجا همین فرصتی که مبارزه میان فریدون شریپوف و همچنین فخرالدین احتموف بود اولین شده به ما و شما پیشکش کرده می شود و شاید سببی که گل به این نوبت گرفته نشده باشد برخورد همین دو بازیگر باشد. اگر واقعا همونجا فریدون شریپوف قاعده بازی را ویران کرده باشد ببینید که اینجا به نظر می رسد که او مقابل فخرالدین احتموف چگونه مبارزه برد. اما به نظر می رسد که شریپوف نه چندان رسیش بیشتر را اینجا داشت. یعنی اندک فخرالدین احتموف نیز اینجا نیرنگ بازی کرده است. به هر صورت گلمرود سعدالله خلاصه نهایی را میبرارد و ما و شما نیز آن را حالا خواهیم دید. بله گل به حساب گرفته می شود. تماشابینان عزیز حساب 1-0 حاصل در حساب پیش میبرد و چنانه که ما نیز با همراهی گلمرود سعدالله آن حالت را دیدیم که چگونه اینجا نیرنگ بازی از جانب فخرالدین احتموف نیز بود. رسیشی نه چندان دقیق بود از جانب فریدون شریپوف و ضربه که زد رودولف پاتریک. یک گل زیبا نیز در واخر امروزه به ثمر رسانید. ببینید که چگونه ضربه قوی بود که از برگرداندن آن دلیرجان باروتوف نتوانست که همون ضربه را برطرف کند چون که بسیار هم ضربه قوی بود. به هر صورت حساب 1-0 به فایده اوسیلات می شود گرچه که تا همین لحظات دسته خوجان
در جریان رقابت فاول است. بیشتر هجوم میکند، بیشتر توپ را در اختیار خود نگاه می‌دارد. اما دسته اوسیلوت اون است که در اولین ضربه خود جانبی دروازه خود جان در اولین فرصتی که آنها داشتند توپ را به دروازه این تیم روان کنند. کوشش نوبتی بازیگران دسته اوسیلوت باید متوجه بشن به همین فرصت امکانیت هست برای دسته نوح فرخور ضربه زده می شود و گل. جوزف اکومادی اکنون حساب را 2-0 به فایده اوسیلوت میکند و خرسندی میکنند بازیگران دسته اوسیلوت و یک تبسم نیز در چهره زین‌الدین رحیموف اینجا پیدا می شود. چیکار میکنند بازیگران دسته اوسیلوت؟ پس از چند لحظه که آنجا رودولف پاتریک گلش به نوبت گرفته شده بود و زدن گل دست می‌یابد این نوبت جوزف اکومادی. ببینید که چگونه هجوم رو اندازی گردید، چگونه اینجا سوندای لونجینسونگ در کنار چپ پیدا کرد جوزف اکومادی را. جوزف اکومادی باشد با یک ضربه خود توپ را تسلیم دروازه دلیرجان براتوف کرد. حساب 2-0 در دو هجوم خود، در دو ضربه خود جانبی دروازه خود جان دسته اوسیلوت به زدن دو گل دست می‌یابد. یعنی اونها امکاناتی که امروز دارند در بازی مقابل خود جان نسبت به اونها می‌بینیم که چگونه خوبتر و ثمرناک اونها را استفاده برده ایستادند. و شاید اسلوبی بازی دسته اوسیلوت نیز امروز چنین باشد، گرچه که بیشتر توپ در اختیار خوجان باشد، گرچه که بیشتر آنها فشار آورند، اما دسته اوسیلوت میتواند که از هجوم‌های جوابی رقیب را سخت جزا هم دهد. اگر امروز اوسیلوت تواند که خوجان رو شکست بده، تماشاگران عزیز، پس ببینید که دسته یک باره از زینه 11 تا به موقع 8 میبرد، موقعش رو خوبتر و بهتر میکند نابسته از نتیجه که حالا دیگر دسته بازی نهمی خود را دایر نکردن. کوشش نوبتی بازیگران دسته خوجان. وایرجان سنگین بایف اینجا کوشش کرد، موفق نگردید. حالا میبینیم که یک پی و کپا و روی زمین خوب است. گلمرادی سعدالله اشاره میکند که یوری تیبی به بازیگر رسانیده شود. اندک عصبانی به نظر میرسد رستم خوجایف پس از آنه که دستش در یک دقیقه دو توپ رو از داخلی دروازه گرفت. بیرون از میدان با بازیگری اوسیب دیده با یپی و کپا و طبیبان کمک میکنند و میبینیم که چگونه اینجا گروه از مخلصان دسته اوسیلوت تیم خود را یک دیلانه دستگیری کرده ایستادند. از طرف مقابل باشد اندکی از مخلصانی که از طرف خوجان هستند پس از دو گلی که دسته آنها از داخل دروازه گرفت دیگر نه چندان صدا بلند میکنند. اسلام زایروف اینجا در همین برخورده که بود اندکی اوسه میبردارد. با اسلام زایروف کارت زرد نشان داده می شود از جانب گلمرادی سعدالله که این اولین کارت زرد در بخور امروز است.
партоб ба дохили ҷаримагоҳ фурсат пайдо мешавад барои дастаи хуҷанд, аммо онро истифода бурда наметавонанд ва инҷо низ як қоида вайронкунии дигар ба қайд гирифта мешавад ва боз ҳам дар даст аллакай корти зар дорад Гулмуроди Садулло ва нишон медиҳад онро ба бозигари дастаи хуҷанд ба Хуршед Тимур Ҷураев. این بازیگر قبلا در اتحادیه کلوب مرکزی ورزشی ارتش بازی میکرد و این موسم میبینیم که اکنون شرف تیم خوجند را حمایت خواهد کرد و لکه کرده ایستاده است. اکنون از همین فرصت استفاده بردند که بازیگران تشنگی خود را برطرف میکنند و اینجا کارگردان باشد به ما شما نشان میدن که چگونه رودولف پاتریک با ضربه قوی خود توپ را تسلیم به دروازه دلر جان باروتوف کرد و پس از یک دقیقه دیگر باشد فرصت دیگری که پیدا شد آنجا سوندای لونجینسونگ به صورت بالا پیش رفت و بعداً پسی که او با کناری چپ به سمت جوزف اکومادی کرد. جوزف اکومادی باشد توانست که در همین فرصت توپ را با دروازه خوجند زند. من جوزف اکومادی تماشاگران عزیز در دو گل زیبایی که اسلام زویروف این موسم با دروازه استقلال و همچنین با دروازه وحش زده بود اگر شما در خاطر داشته باشید در همون بازی ها هر دو پس گل رو ماست جوزف اکومادی با اسلام زویروف تامین کرده بود. اکنون اینجا زود بازیگران دسته اوسیلوت رو میبینیم که اوسه برداشته ایستادن. دلیر عزیزوف از همین موقعیت توپ رو به بازی خواهد درآورد. ضربه او به نیمه میدانی دسته خوجند. اولین شوت به تو میرسد دفاعگری دسته خوجند. بسیار هم خوب توسط کناری روز کوشش کرده است که به هجوم گذارن بازیگران خوجند اما موفق نمیگردند. بسیار هم خوب بازی میکند در همین موقع بیلی اوباما. اویبگ عبدالغفاروف حتی در چند بازی آخری که حوصله داشت اونجا امین سپونی در بازی آخری که در حوصلات بود حتی در دو بازی اگر خطا نکنم اویبگ عبدالغفاروف رو از دقیقه اول به میدان نبرآورد و همین مشکلی که بود در حوصلات که دسته بازی زیبا نشان میداد بازی خوب نشان میداد اما نمیتونست که غلبه به دست آورد اما نمیتونست که امتیاز به دست آورد باعث شد که امین سپونی ترک وظیفه خود کند. کوشش نوبتی بازیگران دسته خوجند توسط کنار راست هجومی آنها اکنون راه اندازی میگردد. پس به قفا پورا به خط دفاع برمیگردند بازیگران دسته اوسیلوت. احتاموف پس او با المرادوف بود. دیگر برا توسط کنار راست هجومی دسته ادامه میکند. فرصت پیدا می شود برای حملهگری نیگریگی و آنجا بسیار هم خواست که با یک اصولی خوب ضربه زند سرگی اسکانیان یکی از بازیگرانی که موسم گذشته در ایتی خوجان اصلا فعال بود اما تو به پای او نرسید.
فرصتی دیگر برای بازیگران دسته اوسیلوت. جوزف اکومادی با توپ است. ضربه جوزف اکومادی اما اندک بلندتر و اینجا داوری کنوری نیز بیرقچه خود را بالا میبردارد و اشاره میکند که در حالت نابازی بوده است جوزف اکومادی. ضربه جریموی به فایده دسته خوجان. امکانیت باز هم پیدا میشود برای دوران جان ارگاشف که از همین موقع اکنون ضربه زند و ببینید که اینجا چگونه قاعده بازی را ویران کرد. شاروخ سنگوف مقابل ارتیوم سردیوک. باید متوجه بشیم به همین فرصت در نزد توپ هستند اینجا سرگی اسکانیان و همچنین کاپیتانی دسته دوران جان ارگاشف. اکنون اینجا خود ارگاشف تنها در نزد توپ باقی میماند. الکی در همین مسافه در بخور موزه یک ضربه زد که اندک بلندتر از سری در روزه توپ میدان رو ترک کرده بود و حالا میبینیم که در این فرصت چگونه استفاده میکند دوران جان ارگاشف. توجه به کاپیتانی دسته خوجند است. ضربه اجرا کرده میشود و توپ نوبت به تیر در روزه برمیخورد. یک فرصت دیگر برای بازیگران دسته خوجند. اینجا ارتیوم سردیوک تلاش کرد اما موفق نگردید. چگونه ضربه بود در اجرای دوران جان ارگاشف. یا بسیار هم دلیل عزیزوف موردی بلند نشان داد توانست که برطرف کند. ببینید که یک بار دو سیف انجام داد در روزبانی دسته اوسیلوت و توانست که همین حالت رو برطرف کند. بسیار هم یک فرصتی خوب بود برای دوران جان ارگاشف. نزدیک بود که از همین موقع یعنی از ضربه جریموی گل دوم خود را در موسم امسال از ضربه جریموی به قید گیرد اما تو به تیر دروازه برخورد. عزیز فکنون از دروازه توپ را به بازی خواهد درآورد. کمتر از 10 دقیقه دیگر تا انجام قسم اولی بازی نیز باقی مانده است. فخرالدین احتموف با توپ است. خورشید تیمور جورایف. شهرت المرادوف پسیو با سرگی اسکانیان. پرتاب به داخل جریمه‌گاه و اینجا ببینیم که توپ میدان رو ترک میکند. هجوم دسته خوجند. فرصت حاصلات جا اکنون برطرف میکنند دفاعگران دسته خوجند و ببینید که یک امکانیت خوبی دیگر برای دسته حاصلات اینجا از بین می رود. چرا فرصتی خوب بود برای بازیگران دسته حاصلات اما موفق نگردیدند. حالا با توپ است اینجا سرگی اسکانیان. کوشش نوبتی بازیگران دسته خوجند. آنها میخواهند که در قسم اول بدون گل میدان را ترک نکنند. موفق نمیگردد در همین فرصت خورشید تیمور جورایف. همین بازیگر الکی میبینیم که چند فرصت رو از دست داده است از سایت دسته خوجند و اگر همین گونه ادامه یافتن گیرد پس شاید در قسم دوم روی بس کند رستم خوجایف. سرگی اسکانیان تو براسای میشن بازیگران دسته اوسیلوت. وی بیگ عبدالغفوروف بسیار هم خوب و اینجا اکنون سوندای لونجی سونگ نتوانست که
در همین فرصت هجوم دسته را ادامه بدهد. Сундая Лонжисонг بیشتر هجوم دسته اوسیلوت ماست توسط کناری راست توسط کامل بازیگر هنرنمایی کرده است راه اندازی شده است و اینجا توپ را به هم دسته خود برته گشی پس داده نمیتواند. سرگئی سکانیان بسیار هم خوب توسط کناری چپ هجوم دسته خود جان، اما اینجا توپ را گرفته نمیتواند ارتیوم سردیوک. زینالدین رحیموف سال گذشته در اگرتداز بود و دسته توانست که جام تاجیکستان را صاحب گردد و محض با شرافت همین پیروزی دسته اگرتداز این موسم در بازی انتخابی لیگ چمپیونان آسیا هنرنمایی میکند و در صورت غلبه راه خود را به همین مسابقه هموار نیز خواهد کرد. اما پس از انجام شرطنامه زینالدین رحیموف با اگرتداز به موافقه نرسیدند و میبینیم که این موسم باز حاصلات را اکنون راهنمایی کرده است. دلیر عزیزوف از همین موقع توپ را به بازی می‌درآورد. شاروخ سنگوف از توپ را به بازی درآورد، پس پرتاب او به سمت سوندای لونجیسونگ از پای افتید سونگ مقابل او فخرالدین احتموف قاعده بازی را ویران کرد. فریدون شریفوف از همین موقع ضربه جریمه را اجرا میکند. اکثر بازیگران حاصلات در داخل جریمه‌گاه دسته خوجان هستند. باید متوجه میشیم که از همین فرصت چگونه استفاده خواهند کرد. پرتاب به داخل جریمه‌گاه اولین شده به تو میرسند بازیگران دسته حاصلات، اما درست‌تر اینجا دروازه خوجان را به نشان گرفتن نمیتوانند. زود دلیر جان براتوف توپ را به بازی می‌درآورد. دو دقیقه دیگر تا انجام قسم اولی بازی باقی مونده است و از احتمال دور هم نیست که به قسم اولی بازی دقیقه بیشتر ضم کرده شود، چون که ما در همون حالتی که رودولف پاتریک گل زد آنجا پس از تماشای ور گل او را به حساب گرفتند و اندک وقت کشی نیز اونجا بود. سوندای لونجیسونگ بسیار خوب بازی میکند، فرصت پیدا میشد برای دسته حاصلات، اما اسلام زایروف اینجا بسیار یک فرصت خوب پیدا شد برای او، اما دفاعگران خوجان با او اجازه ندارند که توپ تا به نزدی او بیاید.
ببینید که چگونه خوب بازی میکند در همین فرصت سوندای لونجینسون که چگونه گذشت از سرگی اسکانیان. پاس خوب داد اما توپ تا به اسلام زویروف رفتن نرسید. یک دقیقه دیگر باقی مونده است تا انجام قسم اولی بازی. ساموئل آفور امروز از کرسی احتیاطی بازی را تماشا کرده ایستاده است. اینجا نافهمی میانی بازیگران سر میزند. کارت زرد نشان داده می شود و شاهرخ سنگوف. ببینید که توپ را اینجا با سرگی اسکانیان نداد شاهرخ سنگوف و در ادامه یک نیرنگ بازی نیز کرد، خود را به زمین پرتافت و به همین خاطر گلمرود سعدالله با کارت زرد نشان داد. این دومین کارت زرد برای بازیگران دسته اوسیلات بود. اسلام زویروف نیز کارت زرد گرفته بود. 5 دقیقه به قسم اولی بازی اضافه کرده می شود. پرتاب داخل جریمه گاه توپ را داشته میگیرد دلیر عزیزوف. دلیرجان باروتوف پسیو با فخرالدین احتموف. پس به سمت شان پول کامولافه، اما اینجا درستتر ضربه زدن نمیتواند حملهگری نیگریگی دسته خوجان. دلیر عزیزوف اکنون توپ را از خط دروازه به بازی می‌دارد. ضربه او به مرکزی میدان. توپ در اختیار بازیگران دسته خوجند است. خوبانی ساحلی سیل اکنون باید در ادامه در دقیقه باقی مانده کوشش تلاش کنند تا حساب را کاهش بدهند، وگرنه می‌بینیم که اوسیلات چگونه توجه خود را بیشتر به خط دفاع کرده است و باز نیز از عکس الهجوم کار گرفته است که هجوم‌های خطرناک نیز هستند آنجا. خورشید تیمور جوراєв توپ را از دست می‌دهد. اشتباه امروز زیاد است از جانب خورشید تیمور جوراєв. سوندای لونجینسون بسیار هم خوب. سنگوف جا درست‌تر توپ را به کنار چپ پرتاب کرده نمی‌تواند. ارگاشوف رودولف پاتریک پسیو به خفا به سوندای لونجینسون بسیار خوب. اینجا شریفوف موفق نگردید. برخورد میان شان پول کامولافه و همچنین بازیگر دسته اوسیلات در مرکزی میدان است. بازی ادامه می‌برد ارگاشوف و اکنون به همین حالت متوجه می‌شود گلمرود سعدالله.
و متوجه میشیم که چگونه اینجا برخورد بود میان شان پول کامولافه و همچنین شاهرخ سنگوف. به نظر می رسد که خوب است شاهرخ سنگوف و می تواند بازی را ادامه بدهد. به هر صورت بیرون از میدان باری دیگر طبیبان این بازیگر را از نظر می گذرانند. سرگی اسکانیان زود از او توپ را به بازی می درآورد. فخرالدین احتمو فرصت پیدا می شود برای دسته خوجان. از پای افتینی بازیگر دوباره به چیز اشاره نمی کند. مقابل یپه و کپاوا مبارزه برده توپ را صاحب شد. زود به هجوم جوابی میگذارند بازیگران دسته اوسیلات و ببینید که چگونه اینجا خالیگی در خط دفاعی دسته خوجان به نظر میرسد و بسیار مگذار به قوی از جانب جوزف کمادی، اما اندکی بلندتر. با این ترتیب صدوشکی گلمرود صدالله از انجام قسم اولی بازی منو دسته اوسیلات و خوجان درنگ میدهد. با حساب 2-0 اوسیلات به تنفس میرود با گل‌های رودولف پاتریک دنجر و جوزف کمادی. تنفس میکنیم تماشا بینان عزیز و پس از چند لحظه باز به ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برمیگردیم. ما رو همراهی کنید. قسم دومی بازی باز هم جذاب‌تر خواهد بود.
مول بحبه تماشاچیان عزیز، به قسم دویمی بازی میان دسته حاصلات و خوجند به ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برمیگردیم. قسم اول با حساب 2-0 به فایده دسته نهه فرخار خاتمه یافته بود و اونجا اسایت این دسته گل ها را به ثمر رسانیده بودند. رودولف پاتریک و همچنین جوزف اکومادی در یک دقیقه 2 گل زدند به دروازه خوجند بازیگران دسته حاصلات و به همین ترتیب در قسم اول با تناسب 2 توپ تونستند که به تنفس روند. گرچه که در قسم اول فرصت بودند برای دسته خوجند، آنها نیز امکانیت داشتند اما نتوانستند که موفق بگردند. حالا تماشاچیان عزیز، در آغاز قسم دومی بازی متوجه میشم که 2 تغییرات در دسته خوجند انجام داده می شود. بیژن نشانبانی زاده و اسدبک جورابک زاده وارد میدان می شوند و از میدان باشد گرفته می شوند. اینجا شان پول کمالافه و همچنین خورشید تیمور جورایف. یک تغییر در خط حمله، یک تغییر در خط نیم محافظه در هیئت خوجند انجام داده میشه. حالا بیاید به هیئت دسته در آغاز قسم دومی بازی متوجه میشیم. آغاز میکنیم از هیئت دسته حاصلات. در دروازه دلیر عزیزوف است رقم 1. دیگر بازیگران رقم 4 شاروخ سندگوف، رقم 14 آیبک عبدالغفاروف، رقم 24 بورته گیاشی، 28 بیلو بامارسن، 10 یاپیبو کپاوا، 8 فریدون شریپوف، 7 اسلام زویروف، 11 سوندای الونجی سونگ، 17 جوزف اکومادی، 70 رودولف پاتریک. سرمربی دسته زیندین رحیموف. در هیئت دسته حاصلات تغییرات به نظر نمی رسد. هیئت خوجند چنین است: در دروازه رقم 29 دلیر جان براتوف، دیگر بازیگران رقم 2 فخریدین احتموف، رقم 9 بوهر جان سنگینبویف، 6 دوران جان ارگاشوف، 23 فیروز قرایف، 30 شهرت جان شانزاروف، 22 بیژن نشانبانی زاده، 8 شهرت دلمرادوف، 97 سرگیس کنیان، 7 ارتیوم سردیوک، 74 اسدبک جورابک زاده. سرمربی دسته رستم خوجیف. 2 تغییرات در هیئت دسته خوجند انجام داده شد. فشار میارند در آغاز نیمه دومی بازی نیز بازیگران دسته خوجند به نیمه میدانی دسته حاصلات. میبینیم که توسط کنارها چگونه دسته هجوم را راه اندازی کرده است و اگر حاصلات باز هم همان اسلوب بازی رو به کار گیرد، همین گونه از اشتباه رقیب استفاده کند و همین گونه استفاده هم کند، پس میتواند که حساب را 3-0 کند. و اینجا بسیار هم خوب بازی میکند رودولف پاتریک و دوبل میکند در آخر امروزه. ببینید که حاصلات امروز چگونه از خود اشتباه‌های بازیگران خوجند استفاده کرده، چگونه آنها را جزای سخت داده است. بسیار یک بازی خوب را انجام داده است حاصلات.
و از عکس العجم امروز دست پروران زینالدین رحیموف چگونه کار میگیرند. این است تاکتیکای مربی، این است اسلوب بازی که خوجان نمیتواند که هیچ کار مقابلی حاصلات کند. حساب 3-0. بریم متوجه میشیم که چگونه اینجا اشتباه بود از جانب بازیگران دسته خوجان، چگونه با صورت بلند و پیش حرکت کرد اینجا رودولف پاتریک دنجر و بدون مشکلی باشد توپ رو به دروازه دلیرجان براتوف زد. هرچند کوشش کرد، هرچند تلاش کرد که حتی از پیراهن رودولف پاتریک داشته این حالت رو برطرف کند کاپیتان دسته خوجان دوران جان ارگاشف، اما به این هم موفق نگردید چون که بسیار هم سرعت بلند داشت رودولف پاتریک و توانست که گل دوم رو با دروازه خوجان زند، یعنی گل دوم خود را در واخر امروز و در عموم گل سوم را. حساب 3-0. حاصلات نهایی فرخور. اکنون میبینیم که چگونه در اولین بازی که دسته در موسم امسال اولا با چنین حساب پیشگام است، بازی را ادامه داده ایستاده است. یعنی قبل از این در بازی که حاصل داشت هیچ بازی آنها 3 توپ به دروازه رقیب نزده بودند. گرچه که 3 توپ از داخل دروازه گرفته بودند در بازی مقابل بخشی، اما در 8 بازی که قبلا بود اونجا 3 توپ به دروازه رقیبان نظر بود. دسته حاصلات فرصتی دیگر بار پیدا میشد. رودولف پاتریک امروز یک دردسر است برای دفاعگران دسته خوجان که او را داشته نمیتوانند. ببینید که چگونه میگریزد از دفاعگران، چگونه فرصت ها رو برای هم دسته فرا میآورد، چگونه خود به زدن گل دست می‌یابد. این بعد پاس داد اما می‌بینیم که توپ دقیق تر تو به سمت جوزف کمادی رفته نمیرسد. هجوم دسته خوجان اینجا ضربه زده می شود از جانب سرگی اسکانیان اما بلندتر. دلیر عزیزوف امروز دروازه‌بان‌های هر دو دسته دلیر هستند، اما دلیری واقعی آن است که از داخل دروازه توپ نمیگیرد، یعنی دلیر عزیزوف. دست کناری راست کوشش بازیگران دسته خوجان. بیاید متوجه میشویم فرصت پیدا می شود پس به کنار چپ میدان و اینجا اکنون با توپ اصلا اسکانیان برتاب انجام میدهد، برطرف میکند اینجا در همین فرصت بورته گیاشی. گلمرود سعدالله اشاره میکند که دلیر عزیزوف زود توپ را باید به بازی درآورد. در تکرار چنین نغمه ها پس به او کارت زرد نشان خواهد داد گلمرود سعدالله. باز هم اشتباه از جانب دفاعگران خوجان، باز هم به هجوم میگذارند بازیگران حاصلات و میبینیم که نباید چگونه استفاده میکنند. موفق نمیگردد در همین فرصت سوندای لونجیسونگ. بیلا اوباما ارسن بسیار خوب بازی کرد در همین موقع، توپ را زیر از میدان بیرون کرد. هجوم نوبتی دسته خوجان توسط کنار راست میدان، پرتاب به داخل جریمه‌گاه. اولین شده به تو میرسد اینجا اویبگ عبدالغفاروف. موفق نگردید در همین فرصت اکنون سرگی اسکانیان. ضربه کنجی با فایده دسته خوجان. گیلا شکلادزه سرمربی تیم ملی تاجیکستان نیز در ورزشگاه است و بازی را از نزدیک تماشا کرده است. پرتاب به داخل جریمه‌گاه، فرصت پیدا می شود برای بازیگران دسته خوجان اما برطرف میکنند.
سرگی اسکانیان اینجا موفق نمیگردد. بسیار هم خوب بازی کرد شاهرخ سنگوف. کوشش نوبتی بازیگران دسته خوجند بدون نتیجه است. زود اکنون اینجا به هجوم جوابی میگذارند باز بازیگران دسته اوسیلوت. امروز هجوم‌های جوابی آنها بسیار هم خطرناک است. شریپوف پسیو به خفا بیلیابا ما اشتباه میکند. زود اشتباه هم دسته خود هم دستش جبران میکند. فشار میارند بازیگران دسته خوجند، اما آنها اگر فشار را بسیارتر کردن هم گیرن باید که بازیگران رقیب را نادیده نگیرند، چون که الکی دیدیم که چگونه در سه حالتی که بازیگران حاصلات گل دارند چگونه از هجوم‌های جوابی چگونه از اشتباه خود بازیگران خوجند استفاده کرده موفق به زدن گل شدند. شریپوف پسیو به جوزف اکامادی. رودولف پاتریک پسیو به جوزف اکامادی. حالتی نوبازی نیست. داور بیرقچه خود را بالا نبرداشته است. ضربه هم زده می شود، اما اکنون اینجا داور کناری بیرقچه خود را بالا می بردارد. ببینید که گل چهارم را نیز بازیگران حاصلات به دروازه خوجند میزنند، اما در حالت نوبازی بود. اینجا جوزف اکامادی باید کمتر براختر به او پاس میداد رودولف پاتریک. اسلام زویروف جوزف اکامادی موفق نمیگردد. دوباره با خوبی بازیگران دسته خوجند. در همین فرصت بسیار فعالانه بازی میکند فیروز خرایف. بورتای گیاشی سرگی اسکانیان فعال است در کنار چپ میدان از سایت خوجند، اما امکانیت را درست استفاده برده نتوانسته شدند. کوشش نوبتی بازیگران دسته اوسیلوت. شریپوف پسیو به جوزف اکامادی ضربه اکامادی، اما پلوتر از دروازه تو میدان را ترک میکند. ببینید که به تنهایی موفق به زدن ضربه جانب دروازه خوجند می شود جوزف اکامادی. کسی نیست که او را باز دارد. کوشش نوبتی بازیگران دسته خوجند توسط کنار راست میدان هجومی دست اندازی کرده می شود. بیاد متوجه میشیم به همین فرصت که اولو برای دسته خوجند پیدا شد. ضربه زده می شود و سیف اولی از جانب دلیر عزیزوف. چگونه ضربه قوی از جانب سرگی اسکانیان و ببینید که دلیر عزیزوف امروز چگونه دلیرانه در دروازه است و از هیچ ضربه رقیب از هیچ گونه ضربه‌ای که بازیگران خوجند به سمت دروازه او زده است بیم ندارد و آنها را پیوسته برطرف کرده است. با هجوم جوابی میگذارند بازیگران دسته اوسیلوت، اما اینجا اندک هم دیگر را درست درک نکردند، وگرنه میتوانستند که از همین هجوم حتی گل نیز زنند، چون که خولگی در خط دفاع خوجند دیده میشد. شورا دلمرادوف اینجا اندک خود را خوب احساس نمی کند. پس از همین فرصتی که گذشت از اسلام زویروف الکی یک کارت زرد دارد و ببینید که چگونه ضربه زده شد و چگونه دلیر عزیزوف همین فرصت را برطرف کرد. فیروز خرایف در نزدیک توپ است.
داور اجازه میدهد. پرتاب به داخل جریمه گاه و توپ رسیده نمیتواند ارتیوم سردیوک. اسلام زویروف پسی و با جوزف اکامادی. اکامادی با صورتی بلند با پیش حرکت میکند. فرصت پیدا میشود برای دسته اوسیلوت. باید متوجه میشیم به همین فرصتی که اینجا پاس به سمت رودولف پاتریک بود اما به توپ نرسید. یک امکانیت دیگر برای بازیگران دسته نوع فرخور و اینجا دالر جان براتوف میتواند که همین فرصت رو برطرف کند. زود اکنون بازیگران دسته خوجند به نیمه میدانی دسته اوسیلوت میشتوبند. سرگی اسکانیان با صورتی بلند با پیش حرکت میکند. فرصت پیدا میشود برای دسته خوجند. پاس به کنار راست میدان. اینجا اکنون حالا شورا دلمرادوف پرتاب میکند و برطرف میکند کاپیتان دسته اوسیلوت. دیگر باره کوشش بازیگران دسته خوجند و اینجا اکنون ارتیوم سردیوک درستتر هم دسته خود را درک کرده نتوانست. جوزف اکامادی بسیار هم خوب بازی کرده است. فرصتی نوبتی برای دسته اوسیلوت و اینجا چند سانتی متر پالوتر از دروازه تو میدان رو ترک میکنند. نزدیک بود به خطریک رودولف پاتریک. اگر رو خواهش خطری کردن رو داشته باشد پس باید همین گونه فرصت رو دقیق تر ثمرانه‌تر استفاده برد. قاعده بازی اینجا ویران کرده شد. اگر اسلام زویروف قاعده بازی را ویران کرده باشد پس او کارت زرد دارد. باید در همین گونه فرصت ها احتیاط کار باشد چون که چند لحظه پیش نیست مقابل المرادوف قاعده بازی را ویران کرده بود. ضربه جریمه‌ای به فایده دسته خوجند. حالا نیم ساعت دیگر تا انجام وقت اساسی بازی هست. حالا وقت هست. حالا در نیم ساعت میتواند که همه چی در حساب تغییر یابد. به همین خاطر باید اوسیلوت نیز از این حسابی که دارد در میدان بازیگرانش فارغ بال نشوند. داور اجازه میدهد. پرتاب یا ضربه اینجا مستقیم اجرا کرده می شود و برطرف میکند همین فرصت را ساندای لونجیسونگ. ضربه کنجی به فایده خوجند از کنار راستی میدان توپ به بازی درآورده می شود. اسلام زویروف ضربه او به نیمه میدانی دسته خوجند. بیژن نیشان بایزاده پسی او به فیروز قرائف. از این پیش بازی که خوجند داشت مشاهدین عزیز آنها بغیر از بازی مقابل روشن دیگر این گونه بیشتر توپ را از داخلی دروازه نگرفته بودند. در بازی مقابل روشن تیم خوجند 4 توپ از داخلی دروازه گرفت و حالا اکنون میبینیم که باز در بازی مقابل اوسیلوت 3 توپ از داخلی دروازه میگیرد. محمد شریف سید خوجه آماده است از سایت دسته اوسیلوت به میدان برآید. در میدان کی را عوض میکند؟ اسلام زویروف عوض کرده می شود. البته کارت زرد داشت و پس از گرفتن کارت زرد 2 قاعده ویران کنی دیگری که داشت اسلام زویروف و همین خاطر زینالدین رحیموف را عوض میکند که در ادامه بازی شاید
боз ӯ қоидавайрон кунад ва шояд боз ба эҳсосот дода шавад, ягон амалкарде дар майдон анҷом бидиҳад ки корти зард мубаддал ба корти сурх шаваду бар зарари даста ин хотима мебошад. Ба ҳамин хотир ӯро иваз мекунад Зайниддин Раимов ва дар мавқеи ӯ бозӣ мекунад Муҳаммадшариф Саидхоҷа. فشار ادامه دارد از جانب بازیگران دسته خوجند. فخرالدین احتموف از چند نفر میگذارد فخرالدین، اما توپ را از دست میدهد. اشتباه میکند در همین فرصت محمدشریف سیدخوجا. رودولف پاتریک بسیار هم پسی خوب میدهد به هم دسته خود. فرصت پیدا میشود برای دسته اوسیلوت. سوندای لونجیسونگ، ضربه او محمد شریف و ضربه که بود از جانب فریدون شریپوف اینجا بلندتر. با هجوم میگذارند بازیگران دسته خوجند، اما باز هم توپ را از دست میدهند بیلی اوباما. از ضربه جریمه زود توپ را به بازی می‌درارند بازیگران دسته خوجند. فرصت پیدا میشد برای خوبانی ساحلی سیل، اما موفق نمیگردند. رودولف پاتریک، سوندای لونجیسونگ، اویبک عبدوغفوروف، محمد شریف سیدخوجا. پسیو به کناری راست. هجوم دسته اوسیلوت ادامه می‌یابد. فرصت هست برای بازیگران دسته نوحه فرخار. سوندای لونجیسونگ، پسیو بعد داخل جریمه‌گاه جوزف آمده، اینجا موفق نگردید. بسیار هم فعالانه در واخور امروز بازی کرده ایستادند لیگنرهای دسته اوسیلوت. کوشش نوبتی بازیگران دسته اوسیلوت بسیار هم خوب بازی میکنند اینجا در همین فرصت. یپیو کپاوا، یپیو توپ را سایه میشوند بازیگران دسته خوجند. زود باید اکنون به عکس الهجوم میگذارند اینجا بازیگران خوجند، اما لاتینو بازی فقط گرفته میشود. اسدبек جورابекзода که در موقع کمال فشان پول اکنون بازی کرده است و عموما نتوانسته است که موقع همین بازیگر را پر کند. گرچه که حمله‌گر نیگریایی چند فرصت را از دست داد در قسم اولی بازی، اما او نسبت به اسدبek جورابекзода که اولو نچندان بازیش با دسته به قبل پیچیده است خوبتر و بهتر در میدان بود.
از سایت دسته اوسیلوت بسیارم فعالانه بازی کرده ایستادند. رودولف پاتریک، جوزف اکومادی، سوندای لورینسونگ و در خطر آنها همچنین فعالی بیلی اوباما یا پیو کاپا و در خط دفاع دیده می شود. یعنی لگنرهای دسته اوسیلوت بسیارم یک بازیگزاری خوب را نشان داده ایستادند. به نظر می رسد که تغییرات نوبتی در هیئت دسته خوجان انجام داده می شود. گرچه که در قسم اول اوسیلوت 2 توپ به دروازه خوجان زد، اما آنجا از لحاظ اموری برتری به جانب خوجان بود. اما در قسم دوم می‌بینیم که دسته اوسیلوت در نیمه دوم بازی خوبتر و بهتر از تیم خوجان نیز بازی کرده ایستاده است. وارد میدان می شود پرویز بوخیف دفاعگر و در میدان عوض می کند کاپیتان دسته دوران جان ارگاشف را. دو فرصت خوب بود برای دوران جان ارگاشف در بازی امروزه در ضربه جریمه که به فایده خوجان بود، اما دیدیم که یکی از ضربه او به تیری دروازه رسید، دیگری باشدنده که بلندتر از تیری دروازه میدان را ترک کرد. بیست دقیقه دیگر باقی میماند تا انجام وقت اساسی بازی. اندک نافهمی نیز اینجا میان بازیگران و استودی مربیان دسته اوسیلوت به میان می آید. و شهرت المرودوف اینجا چیزی گفتند که به عصبهای او تاثیر رسوند. بازی ادامه بعد با تو بند بازیگران دسته خوجان. نخبگان ساحل سیر امروز نه چندان پروازی خوب دارند و میبینیم که دسته اوسیلوت چگونه امروز در شهر دوشنبه تا همین لحظه خوجان را شکست داده است. دوباره خوبی بازیگران دسته اوسیلوت جوزف اکومادی باز هم به صورت بلند پیش حرکت میکند. محمد شریف اینجا خالی میشود، پس به سمت او و برطرف میکند همین فرصت رو اکنون پرویز بوخیف. من اگر ما باز به هیئت ذخیره دسته خوجان نظر افکنیم اونجا ببینید که کی باقی مونده است. دلشاد دادابویف دروازه‌بان، همچنین اصیل جان بیگمکولوف دفاعگر و شهبون نیمف. من در هیئت ذخیره دسته خوجان حالا بازیگری رو نمیبینیم که با میدان آمدن خود تواند که به نتیجه بازی تاثیر خود رو رساند. از هیئت دسته اوسیلوت هستند بازیگرانی که میتواند از آنها زینالدین رحیموف بوسم ثمرناک‌تر استفاده کند که در این میان شوکت یوتم حمله‌گر، عزیزبک سلطانوف، ساموئل اوفوری، فردوس چقالوف، خورشید بک نظروف، سید امیر علیف و دروازه‌بان ابراهیم اسماعیلوف. من هستند بازیگرانی که حالا در ادامه از آنها کار خواهد گرفت زینالدین رحیموف. دلیر عزیزوف ضربه او به نیمه میدانی دسته خوجان. جوزف اکومادی بسیار فعال است امروز در کنار چپ میدان. جوزف اکومادی میگذارد از بازیگران دسته خوجان، ضربه هم زده میشود و رودولف پاتریک
باز هم موفق نمیگردد. تلاش کرده است از همین بازیگر که امروز اولین هتریک را در موسم در ایتی دسته اوسیلوت به نام خود مهر زند، اما چنین نشده است. ضربه کنجی به فایده دسته اوسیلوت. پرتاب به داخل جریمه‌گاه برطرف میکنند دفاعگران دسته خوجند و زود اکنون باید به هجوم جوابی هم گذرند. همین طور هم میشود، اما هم دیگر فهمی نه اونقدر خوب است و از این استفاده برده فریدون شریپوف توپ را به اوسیلوت برمیگرداند. شاهرخ سنگوف توسط کنار چپ هجوم دسته خوجند. پرتاب انجام داده می شود و می بینیم که اینجا کسی نیست که از همین فرصت استفاده کند. از ضربه کنجی توپ به بازی در آورده می شود. اکنون از کناری راست نه بلکه از کناری چپ توپ به بازی در آورده می شود و از کناری راست به کناری چپ می شود سرگی اسکانیان تا از ضربه کنجی توپ را به بازی در آورد. باید متوجه میشیم به همین حالتی که برای دسته خوجند به میان آمده است. پرتاب انجام داده می شود و اینجا موفق نمی شوند بازیگران دسته خوجند. دیگر بار توپ در اختیار بازیگران خوجند است. پرتاب به داخل جریمه‌گاه و می‌بینیم که اینجا باز هم موفق نمی‌شوند بازیگران این تیم. یک ضربه دیگر اجرا کرده می‌شود و نزدیک بود که اسدبک جورابک زاده در همین فرصت درست و دقیق استفاده کند و باز هم موفق نمی‌شوند بازیگران دسته خوجند. آنکه بازیگران اکنون نفس خود را راست میکنند و بعدا بازی ادامه می‌یابد و چنین تایم اوت های کوچک رو نیز امروز ما هم در قسم اول هم در قسم دوم بازی دیدیم. ماس فولی لیگنروی دسته اوسیلوت در واخر امروزه مظفریت این تیم را تا همین لحظه در بازی مقابل خوجند تامین کرده است. ما در ایت خوجند امروز تنها فولی سرگی اسکانیان رو دیدیم که این بازیگر در کنار چپ بسیار هم خوب بازی کرد و تولو کرده است. ارتیوم سردیوک من از خود درک نداد، گرچه که در قسم اول فولی از جانب شان پول کامالافی بود که دو فرصتی خوب خود داشت، همچنین دو امکاناتی که برای خورشید تیمور جوریف و میون آورد که اون نیز موفق نگردید. با همین خاطر هر دو رو سرمربی بس کرد، اما اون بازیگرانی که به جای آنها به میدان برآمدند نه چندان خوب از خود درک داده استند در ادامه بازی.
دلیر عزیزوف از دروازه توپ را به بازی می‌دارد. همچنین اگر امروز دلیر عزیزوف با این فعالیتی که امروز در میدان است ببینید که 45 سیف انجام داد و همچنین در بازی گذشته نیز ما فاولین دروازه‌بان را دیده بودیم. اگر همین گونه فاولی را ادامه دادن گیرد پس در چنین بازی که سرمربی تیم ملی تاجیکستان نیز در ورزشگاه بازی را پیگیری کرده است، شاید توجه سرمربی تیم ملی تاجیکستان گله شکلی از او نیز به خود جلب کنند و او را نیز شاید به هیئت دعوت کنند. و حالا با بازی که در پیش تیم ملی تاجیکستان دارد مقابل کامبوجا و فیلیپین، لکای هیئتی وسیع بازیگران جلب گردیدند که آنجا 55 بازیگر به هیئت تیم ملی در هیئت وسیعش از جانب گله شکلی از دعوت گردیدند و از این شماره البته 24 بازیگر با بازی مقابل کامبوجا و همچنین فیلیپین رسما دعوت می‌گردند و از این میان ببینید که دلیر جان براتوف دروازه‌بان دسته خوجان در همین رخت نامش هست و همچنین از هیئت خوجان باز آنجا در همین فهرست قرار گرفتند. شهرت المرادوف بازیگری که امروز در میدان است و دو بازیگر از هیئت خوجان، یک دروازه‌بان یک نیم محافظتگر با روی خط وسیع تیم ملی تاجیکستان برای بازی‌ها مقابل کامبوجا و فیلیپین شامل شدند. از هیئت دسته اوسیلوت باشد تماشابینان عزیز، ما همچنین فخرالدین احتموف نیز از هیئت خوجان بوده است. دفاعگر، یک دفاعگر، یک نیم محافظتگر، یک دروازه‌بان از هیئت خوجان بودند. از هیئت اوسیلوت باشد با هیئت وسیع تیم ملی تاجیکستان تنها اسلام زویرف دعوت گردیده است. کوشش نوبتی بازیگران دسته خوجان، یک فرصت دیگر پیدا می شود اما با کجا ضربه میزند اینجا باهرجان سنگینبایف. بسیار یک ضربه قوی از جانب ارتیوم سردیوک بود و باز هم سیف اولی از جانب دلیر عزیزوف رو میبینیم. شهبان نعیموف از هیئت خوجان به میدان میبرد. بازیگر جوان، بازیگری که موسم گذشته در هیئت دسته برخشی بازی میکرد و در میدان عوض میکند باهرجان سنگینبایف رو. بازیگری که چند لحظه پیش امکانی 100% گلزنی رو از دست داد. دهه آخری بازی شروع شده است. کوشش نوبتی بازیگران دسته اوسیلوت بدون نتیجه است و اگر تماشابین عزیز ما با بازی های آینده دسته نیز یک نظر افکنیم ببینید که خوجان پس از بازی با اوسیلوت روزی 18 می با دسته پنجشیر بازی میکند، بعدا 23 می بازی مقابل کلوب مرکزی ورزشی ارتش و بعداً که باید دست البته دور 11 رو برگزار میکردند که این دور پیشترک پیش از مهلت برگزار کرده شد بنابر سبب اونه که تیم ملی تاجیکستان آنجا در بازی انتخابی جام آسیا 2027 اشتراک میکند و بعداً ماه ایون دیگر باره بازی ها رو در لیگ اولی متوجه خواهیم شد که آنجا 15 ایون خوجان با استقلال بازی میکند که آنجا کلاسیکوی فوتبال تاجیک ما و شما را انتظار است در نیمه دومی موسم الکای. بعداً بازی با وخش، بعداً بازی با روشن، بعداً بازی با استروشن، بازی با اسخط، همینطور بازی دسته خوجان ادامه خواهند کرد.
و در پیش بازی دوشور خوجند را انتظار است و اگر باز هم به مانند همون ناکامی که در آغاز موسم بود 3 باخت پای هم اگر چنین نتیجه باز هم به قید گرفته شود پس این نه چندان به فایده خوجند خواهد بود. دسته حاصلات نوع فرخور باشد تماشابینان عزیز پس از بازی با خوجند که آنها حالا غلبه به دست آورده استودند و اولین بار در موسم است که حاصلات 3 توپ به دروازه رقیبان میزند و بهترین بازی خود را حاصلات حالا اکنون امروز مقابل خوجند نشان داده است. بعداً روز 18 می حاصلات با ریگرتاد از بازی میکند. زینالدین رحیموف مقابل سابق تیم خود مقابل ریگرتاد است. البته شاگردانش را به حد آماده خواهد کرد که آنجا پیروزی نصیب حاصلات خواهد شود. ضربه بسیار هم بلند اجرا کرده می شود از جانب سرگی اسکانیان و شاید ضربه زده او در پنجم آشیانه گل میشد. بسیار هم ضربه بلند بود. 3 تغییرات یک بار در ایتی حاصلات انجام داده می شود. بیاید به همین تغییرات نظر می‌افکنیم و بعداً باز من به شما اویدی بازی آینده دسته حاصلات خواهم گفت. فردوس چقالوف، عزیزبک سلطانوف و همچنین سعید امیر علیف آمادند بهری به میدان برآمدند. رودولف پاتریک از میدان گرفته می شود به جای او عزیزبک سلطانوف وارد میدان می شود. امروز امکانی خوب داشت رودولف پاتریک تا خطری کند اما این به او دست نداد چون که پس از دوبل کردن خود یک چند فرصت دیگری که بود برای او نتوانست که آن را استفاده کند. سوندای لانجسون که نیز در میدان امروز سالانه بازی کرد و او را نیز حالا از میدان میگیرد. زینالدین رحیموف بازیگر سیمی که ترک میدان کرد حالا متوجه میشیم که کی است. پس از بازی با ریگرتاداس تماشابینان عزیز دسته حاصلات با هولبوک باز میکند روز 23 می و بعدا 15 میلیون دسته با کلوب مرکزی ورزشی ارتش در نیمه دوم موسم بازی خود را دایر خواهد کرد. 5 دقیقه دیگر باقی میماند تا انجام وقت اساسی بازی. حساب 3-0 به فایده دسته نوع فرخور است. بسیار هم خوب امکانیت برای سرگی اسکانیان. شعبان نعیموف اینجا تو را هنوز هم در اختیار خود نگاه می‌دارد و اینجا گذشته نتوانست از رقیب شعبان نعیموف و همینطور تو را سوی میشه و شعبان دیگر برا به هم دسته خود پس میدهد و اشتباه خود را باشد جبران میکند. ضربه کنجی به فایده خوجند. تلاش کرده استند بازیگران دسته خوجند تا حساب را کاهش بدهند اما تا هنوز میسر به آنها نمیشود که توپ را به دروازه حاصلات زنند. اوسه میبردارد یک از بازیگران دسته خوجند. گلمرادی سعدالله تا هنوز به این حالت متوجه نشده است. اجازه میدهد که بازی ادامه یابد. فرصت برای دسته خوجند تا هنوز هم هست و اینجا اکنون توپ را سایر میشوند بازیگران دسته حاصلات. شاهرخ سنگوف بوده است بازیگری سیمی که از هیئت حاصلات میدان را ترک کرد و به جای او در همین موقع اولو سعید امیر علیف بازی کرده است. دلیر عزیزوف اینجا کارت زرد میگیرد. سومین کارت زرد برای بازیگران دسته حاصلات در واخور امروزه. لیکن ما متوجه نشدیم که در کدام حالت گلمرادی سعدالله به دلیر کارت زرد نشان داد. شوکت یوتام نیز به میدان میبراید از هیئت دسته حاصلات. این چهره نیز برای ما شما آشنا است. هنرنمایی خوبی او را ما در هیئت دسته فایسکند نوحه و خوب در خاطر داریم که این دسته در لیگ اولی نیست. گلمرادی سعدالله به نزدیور می رود و شاید همان حالتی که بازیگر خوجند در داخل جرمگاه حاصلات دست پای یافته همان حالت را تفتیش کند. و ببینید که اینجا چگونه رسشی پای بوده است. پخش کرده است پای بازیگر خوجند را دفاعگری دسته حاصلات و اگر همین حالت را بین و بعد گیرد گلمرادی سعدالله پس ضربه پنالتی تعیین کرده می شود بعد دروازه حاصلات. چند حالت اینجا اکنون تفتیش کرده شده است. یکی از اینها حالتی نوبازی است. دیگری باشد حالتی که پای بازیگر پخش کرده شد.
توجه میکنیم به گلمرود سعدالله. پنالتی تعیین کرده می شود به دروازه اوسیلوت. کارت زرد نشان داده می شود به یپیبو کپا و چهارمین کارت زرد برای بازیگران دسته اوسیلوت. و ببینید که اینجا چگونه پخش کرده شد پای اسدبک جورابک زوده. این بازیگر نیز در ایتی کلوب مرکزی ورزشی ارتش قبلا بازی میکرد و توفیقان او را شنیدیم، اما گلمرود سعدالله به همون حالت متوجه نشد، اجازه داد تا بازی ادامه بعد و بعدا از حجره ور به او خبر دادند، همین حالت رو تفتیش کرد و ضربه پنالتی به دروازه اوسیلوت تعیین کرد. فرصت برای خوجند به میان میاد تا حساب را کاهش بدهند. باید متوجه میشیم که دلیر عزیزوف چگونه در خط دروازه میستد و چگونه ضربه را اجرا میکنند بازیگران خوجند. داور اجازه میدهد ضربه هم زده می شود و ضربه که فیروز قریف اجرا کرد اینجا گل می شود. حساب 3-1 می شود. حساب 3-1 می شود. سمتی توپ را درست پیخست کرد دلیر عزیزوف، اما ضربه زده فیروز قریف نیز بسیار هم قوی بود و نتوانست که توپ را برطرف کند. توسط کنار راست میدان هجومی نوبتی دسته خوجند تلاش کرده استرند بازیگران دسته خوجند و میبینیم که اینجا وقت اساسی بازی نیز خاتمه یافته است و چند دقیقه ضم کرده می شود. قریف پرتابی او به کنار چپ، هجومی دسته اوسیلوت و ضربه که اینجا اجرا کرده می شود میبینیم که برطرف میکنند دفاعگران دسته خوجند. 5 دقیقه باز هم به مانند قسم اولی بازی به وقت اساسی بازی ضم کرده می شود و ببینید که امروز 5 دقیقه در قسم اول، 5 دقیقه در قسم دوم، یعنی دسته 100 دقیقه در میدان هنرنمایی میکنند. گوشه نوبتی بازیگران دسته خوجند توسط کنار چپ هجومی دسته را اندازی کرده می شود. تلاش کرده استرند قبانی سهیلی سیر تا حساب را باز هم کاهش میدهند، اما دلیر عزیزوف امروز با قهرمانی خود در خط دروازه اوسیلوت به این اجازه نمیدهد. در بازی دیگری که در همین وقت و ساعت است، اسخط پنشر آنجا حساب 4-2 به فایده بانکداران است. شوکت اوتام آماده است بهری به میدان برآمدن و انتظار است که توپ از میدان بیرون شود و او نیز وارد میدان شود. جوزف اکومادی هجوم دسته اوسیلوت توسط کنار راست پرتاب از جانب فردوس چخالوف، نه اینجا ضربه زده می شود از جانب چخالوف و میبینیم که بلندتر فردوس چخالوف قبلا در ایتی خوجند بازی میکرد، حالا باشد زیدی سابق دسته خود است. جوزف اکومادی از میدان گرفته می شود و به جای شوکت اوتام وارد میدان می شود. جوزف اکومادی امروز از فعالترین بازیگران در میدان بود، گل زد و بسیار هم خوب در کنار چپ میدان و هنرنمایی در بخور امروز انجام داد. اوسیلوت با غلبه خود تماشابینان عزیز با کسب 9 امتیاز در زینه 8 موقع میگیرد. خوجند باشد در زینه 4 باقی میماند و اگر آنجا روشن کلوب مرکزی ورزشی ارتش
در بازی خود غلبه کنند در همین دور پس میتوانند که موقع خود جان را در جدول مسابقه بگیرند. عموما در جدول مسابقه هر یک بازی هر یک امتیاز میتواند که تغییرات زیادی را به میان آورد. بسیار این موسم لیگ اولی جالب و دیدنی است و ببینید که از هر یک بازی که برگزار می شود هیچ گونه نتیجه را پیشگویی کردن نیست، حتی غیر امکان است. ببینید در بازی حوصیلات و خوجند شاید امروز هیچ کس انتظار نداشت که خوجند با همین حساب شکست میخورد. شاید در بازی اسخط و پنچر هیچ کس گمان نداشت که پنچر میتواند دو توپ به دروازه اسخط زند. عموما بازی ها بسیار هم جالب و رنگین جریان گرفته ایستادند. در کنار شب کوشش نوبتی بازیگران دسته خوجند پرتاب به داخل جریمه گاه تو را داشته میگیرد دلیر عزیزوف. یک دقیقه دیگر باقی مانده است تا انجام وقت اساسی بازی میان دسته اوسیلات و خوجند. کوشش نوبتی بازیگران دسته خوجند بدون نتیجه است. شوکتی اوتان با توپ است، پس به کنار راست میدان. فریدون شریفوف، بیلی اوباما، اشتباه میکنند بیلی اوباما. کوشش نوبتی بازیگران دسته خوجند شاید کوشش آخرین آنها باشد، چون که وقت نیز به فرجام خود نزدیک است. و تمام وقتی علاوه نموده داور به وقت اساسی بازی انجام یابد. گلمرادی سعدالله صدایشکش را از انجام بازی میان دسته حاصلات و خوجند بلند میکند. بازی با حساب 3-1 به فایده حاصلات خاتمه یافت و غلبه دوم خود را حاصلات زیر راهنمایی زینالدین رحیم موفقیت میگیرد. در اینجا گزارش مستقیمش را انجام میرسانیم. با شما بودم من فریدون سفرزاده، صحتمند و پیروز و دوستدار فوتبال. ببینید خیر.